کشتی. داداش سلام. یه کیلو این نخوده به من میدی بی زحمت؟ اون چهارپر رو میده. بله. برو از اونجا بگیر. داداش داری که خودت؟ برو از اونجا بگیر. باشه. مرسی. داداش یه سوال، چون خودت داشت شیرشی تو برو از اون بگیر. 4-5 نمه در هنوز؟ نه برداشت رفتی. بیا تو بهت بگم جریدنش. قدیما بین بزرگترهای بازار، قدیمیای بازار یه رسمی بود که صبح به صبح هیچکی هنوز دشت نکرده چهارپایه‌ها رو میذاشتن دم در. هر کسی که دشت میکرد چهارپایه‌اش رو برمی‌داشت. وقتی مشتری دوم واسه کسی که دشت کرده بود میومد اول بیرون نگاه میکرد ببینید چهارپایه کی دم دره. مشتری رو میفرستاد اونجا که بره اون بنده خدا هم دشت کنه و همه دشت اول صبح داشته باشد، هیچ کسی بیروزی نمونه. هنوزم که هنوزه تو بعضی بازارها مخصوصا بازار سرپوشیده تبریز هنوزم این رسم بین کاسمای قدیمی هستش. قدیمی ها یه چیزای خیلی بهتر از ما جوان ها میدونن. ایوالا ممنونم. خداحافظ شما.